بعد یو اس بی. فعلا تا به اینجای کار 0-0 مساویه. خطای پرتاب رو اعلام میکنه و پرتاب به نفع نفت مسجد سلیمان. خب باشه اگه همین بود که باشه که خداحافظ. باش دوست داشتنی که اومده نفت مسجد سلیمان رو نجات بده. حیف تیم نفت مسجد سلیمان با این همه خدمت سولوش 60 سال از تأسیس باشگاهشون میگذره و حیفه که واقعا اینجای جدول باشن. شاید اگر مدیران فصل قبل ثبات رو در سرلوی کار خودشون قرار میدادن و با 64 امتیازی که آیشکش به دست آورده بود و تیمو سوم جدول کرده بود، اگر اون ثبات رو نگه می‌داشتن الان شاید نفت مسجد سلیمان یکی از تیم‌های مدعی صعود بود. به هر حال دوباره ابراهیم اشکش اومده تا بتونه نفت مسجد سلیمان رو نجات بده و سهمیه رو تو لیگ یک حفظ بکنه. پرتاب برای نفت مسجد سلیمان تا بلند انجام میده داخل محوطه، واقعا فرصت برای نفت مسجد سلیمان که توپو برمیگردونه. پرتاب برای داماش گیلان. پرتاب علی خدایی باید انجام بده. سویسه رو زدن بازیکنای نفت. مهداد حیدری، محمد میری رو عقب کار میکنه با آرمان لطف خدا. پشت مدافعین عظیم گوک ضربه سر رو میزنه میانه میدان. حالا تو با اختیار دارن، بردن اون گوشه. محسنی اشتباه کرد. سجاد قلیبگی سم کوتاه کار میکنم موقع برای بازیکن داماش و توپو به بیرون میزنه عظیم گوک. گوشه زمین توپو در اختیار دارن داماشیا. سانت انجام شد، ضربه سر زد محسنی. دوباره سجاد قلیبگی و این توپی که راحت این هم هوادارای داماش گیلان که استقبال بدی نشده از این بازی. بلند به زمین داماش. آقالو ضربه سر رو زد. حالا بازیکن‌های توپ رو به سمت راست میبرن بازیکن تیم داماش و توپی که راهی بیرون میکنن مدافعین تیم نفت مسجد سلیمان. پرتاب رو حالا انجام میدن بازیکن تیم داماش گیلان از همون سمت راست زمین خودشون. صاحب توپ هست سید محمد میری. خود میری رو به عقب. دوباره توپی که فرستاده میشه برگشت توپ. حالا یه توپ کمجون است محمد سجاد قلیبگی که توپ در دستان دروازه‌بان تیم نفت مسجد سلیمان قرار میگیره. بلافاصله بازی رو آغاز میکنه. در زمین تیم داماش صاحب توپ هست بازیکن تیم نفت مسجد سلیمان. خطرناک هست این موقع داخل محوطه جریمه و اعلام آفساید شده و خطا نگرفتن و اعلام آفساید شده قبل از اینکه توپ اصلا بخوره به بازیکن تیم مسجد سلیمان. اعلام آفساید شده بود. این هم علی نظر محمدی مربی جوان و خوشفکر تیم داماش گیلان. در کنارش لحظه شهرام حمیدی هم دیدیم مدیر تیم داماش گیلان
دروازه‌بان آغازگر بازی خواهد بود یوسف بهزادی به جای سعید ابراهیم پور که امروز مصدوم هست در اون دروازه داماشیا قرار گرفته. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان، یه لحظه محمد رستمی میفته رو زمین و شوت سرکش از بازیکن نفت. این هم چهره مالک جدید باشگاه داماش گیلان رو میبینید و یوسف نژاد که به همراه همکاراش در ورزشگاه حضور داره و بازی تیم خودش از نزدیک تماشا میکنه. این هم دروازه‌بان داماش یوسف بهزادی بازی را آغاز خواهد کرد. بلند به زمین تیم مسجد سلیمان، ضربه سر بازیکنان مسجد سلیمانی که محمد احمدی بود و اعلام خطا هم شد. پوریا افشاریان داور این دیدار هست، در سود خود میدمه. میثم جودکی باید بازی را آغاز کنه. مارزا مهدوی صحبت میکنه. علی نظر محمدی کمی فاصله گرفته از کنار خط. هفته گذشته بود که در رشت محروم شده بود علی نظر محمدی. به هر حال خیلی روی تیمش تعصب داره و خیلی هم در کنار زمین پر حرارت بازی رو دنبال میکنه علی نظر محمدی. حالا ازش خواستن که کمی عقب‌تر باشه تا این چهره علی نظر محمدی تا که یک بار دیگه بهش اخطار نده داور. میبینید چه اشتیاقی داره برای تیم خودش و 3 امتیاز این دیدار که برای داماش خیلی واجب این 3 امتیاز. بهزادی بازی رو آغاز میکنه. در پشت محبتی جریمه اعلام خطا میشه برای تیم داماش گیلان. بازیکن تیم مسعود سلیمان خطا را انجام دادن. هواداری تیم داماش در ورزشگاه حضور دارن و تیم محبوب خودشون داماش رو تشویق میکنن. باید ببینیم که از این ضربه خطا چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش. سید محمد امیری پشت توپ ایستاده. خود سید محمد امیری توپی که قشنگ میفرسته میری داخل محوطه جریمه و توپ رسید به دروازه‌بان تیم مسجد سلیمان. بلافاصله بازی رو آغاز میکنه دروازه‌بان تیم مسجد سلیمان و توپی که از این سمت حالا به بیرون میره. این هم نیمکت تیم نفت هست. ابراهیم اشکش یه لحظه صحبت کنه. این سمت هم علی نظر محمدی با ناظر ندای پورهادی رو میبینیم، ناظر هیئت فوتبال استان گیلان که صحبت میکنه. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش رستمی رو به عقب، باز هم توپ رو از چپ به راست میزنن و توپی که کماکان در اختیار بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان هست. یه لحظه ضربه سر از بازیکن تیم داماش. این سمت فرصت هست برای داماشی‌ها به سمت چپ و عبور نمیکنه از
میثم جودکی و به سیمانپور نرسید. دوباره بازیکن تیم داماشو اعلام خطا میشه. این بار اعلام خطا. این هم چهره ابراهیم اشکش، مربی که 35 بازی باخت نداد با تیم نفت مسعود سلیمان. بعد یه مدتی که رفت از این تیم دوباره برگشت و در خدمت تیم خودش نفت مسعود سلیمان هست. ضربه خطا رو قرار شد بزنن، حالا صحبت میکنن بازیکن‌ها. جا داره تسلیت هم عرض کنیم فوت اسماعیل حاجی پور رو به هواداران و خانواده محترم ایشون. بنیری که در ورزشگاه میبینید اسماعیل حاجی پور که مالک اسبق باشگاه داماژ گیلان بود و هفته قبل بعد از مدت‌ها تحمل رنج بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد. حاجی پوری که در شورای شهر رشت هم حضور داشت و مردم استان گیلان و شهرستان رشت و به خصوص داماشی‌ها خاطرهای خوبی باش دارند. روحش شاد و یادش گرامی باد. برمیگردیم به بازی. توپ رو به بیرون میزنن. پرتاب برای بازیکنای تیم مسعود سلیمان خواهد بود. البته ضربه خطا را خواهند زد. تو فرستاده میشه مستقیم به زمین تیم داماژ. باز هم یک ضربه برگشت توپ. از دقیقه یک بازی دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن هوادارهای تیم داماژ. واقعا باید به این هوادارا خسته نباشید گفت. 14 دقیقه از بازی گذشته و کماکان 0-0 مساوی این دیدار. یک بار دیگه باز هم بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان. حالا ضد حمله برای نفتی ها از چپ به راست. موقعیت خوبی ایجاد میشه روی دروازه تیم داماژ. ببینن توپ چگونه استفاده خواهند کرد. رو به عقب برگشت توپ. حالا یه شوت به راست بیاره بازیکن تیم مسعود سلیمان. یه ضربه و خطرناک. توپ رضا جباری از کنار دروازه داماژی ها به بیرون میره. این چهره جباری است که این توپ رو زد. علی نظر محمدی با مهدوی صحبت میکنه. محمد رضا مهدوی در کنارش نکات تاکتیکی رو گوش ست میکنن به هم. رستمی، محمد سجاد قلیبیگی. باز هم بازیکن تیم نفت صاحب توپ میشه. حالا موقعیت خوب 2-2. ببینید از این توپ چگونه استفاده میخواهند کرد. توپی که زده میشه دروازه‌بان تیم داماژ دروازه تیمش رو نجات میده. ببینید نیمکت تیم نفت مسعود سلیمان رو همه بلند شدند و علی نظر محمدی ناراحت است از صحنه‌ای که به وجود اومده. یهو خالی کردن خط دفاعی رو. چه کاری بود که انجام شد. ببینید توپی که اینجا فرستاده شد و به بیرون زد دروازه‌بان. حالا کورنر رو خواهند زد. خود جباری میاد این کورنر رو بزنه. کاپیتان تیم نفت مسعود سلیمان رضا جباری توپشو میزنه. ضربه سر باز همه کورنر میفرسته. این بار محمد رستمی توپ رو به کورنر فرستاد. کورنر و دوباره تکرار بشه برای تیم مسعود سلیمان. توپی که قرار فرستاده بشه دوباره داخل محوطه جریمه. مشت دروازه‌بان و توپ رو کمی دور میکنه. ببینیم ضد حمله رو میتونن استفاده کنن داماشی‌ها.
توپی که حالا رضا زاهد تبار در اختیار داره. خود رضا زاهد تبار از کجا تا کجا اومده. زاهد تبار توپش نرسید به محمد سجاد قلیبیکی. وای علی نظر محمدی رو کاش میدیدید شما، افتاد روی زمین. این سرمربی تیم داماش گیلان. یک بار دیگه بازیکن‌های تیم نفت مسعود سلیمان توپ رو در اختیار دارن. افشاریان صحبت میکنه با بازیکن‌های تیم مسعود سلیمان. ناظر بازی حالا میاد در کنار زمین صحبت میکنه با بازیکن‌های دو تیم. علی نظر محمدی رو ببینید، یک بار دیگه در میانه میدان و توپی که به بیرون رفت. با نیمکت تیم نفتی ها صحبت میکنه داور این دیدار. یک بار دیگه اعلام خطا میشه. حالا سینا بختیاری نسب روی زمین افتاده، دروازه‌بان تیم نفت مسعود سلیمان. این هم هواداری خونگرم تیم داماش. روی زمین افتاده همچنان دروازه‌بان. باید بلند شه تا بازی ادامه پیدا کنه. منتظرم تا دروازه‌بان بلند شو به بازی بتونن ادامه بدن. گل بزن رشتی‌ها بیقرارن. شعاری که در ورزشگاه سر میدن هوادارهای تیم داماش و منتظر هستن تا تیمشون به اولین گل این دیدار برسه. بازم ابراهیم اشکش صحبت میکنه با نیمکت خودش، با بازیکن حاضر در نیمکت صحبت میکنه. 23مین دقیقه از این دیدار. داور ولی کارت زرد هم از جیب خودش بیرون آورده، داد به یکی از بازیکن‌های تیم داماش. بازی رو از سر میگیرن بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان. این بار توپی که حالا زدینش رو به بیرون میره، باز هم توپ بیرون رفت. پرتاب برای داماش.
دیدید هواداره تیم داماش رو، توپی که دوباره فرستاده میشه و باز هم بازیکن تیم داماش بازیکن تیم داماش کوتاه کار میکنن در خط دفاعی خودشون، باز هم به راست میبرن توپ رو. حالا یه توپ دیگه و برگشت توپ باز هم از بازیکن تیم مسعود سلیمان. حالا این بار توپ از اون سمت بیرون میره، حتی برای داماشی ها. توپ پرتاب میکنن، این بار نفتی ها دوباره صاحب توپ میشن. توپ از سمت راست، رستمی توپ رو برمیگرده، به بیرون میره. توپی که زدن بازیکن تیم داماش و توپ مرداد حیدری به بیرون رفت و این دروازه‌بان باید بازی را آغاز کنه. سینا بختیاری نسب. دوباره بازیکن تیم داماش اعلام خطا میشه، داور دست خودش میدمه. تماشاگرای خونگرم تیم داماش کماکان در ورزشگاه تیم محبوب خودشون رو دارن تشویق میکنن. باز هم بازیکن تیم داماش گیلان در میانه میدان صاحب توپ هستن. آرمان لطف خدا به راست میبره، رستمی باز هم از سمت راست زمین خودشون زاهد تبار و توپش رو به بیرون میزنن بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان. ابراهیم اشکش به دنبال اولین 3 امتیاز خودش بعد از برگشت به این تیمه، اما تیم داماش گیلان هم تیم خوبی است که در خانه خودش داره بازی میکنه و دوست داره 3 امتیاز دیدار رو خودش تصاحب کنه. باید ببینیم تا پایان چه نتیجه رقم خواهد خورد. درگیری در محوطه جریمه، ضربه کرنری که زده خواهد شد. ضربه کرنر رو خواهند زد بازیکن تیم داماش گیلان. توپی که فرستاده میشه و باز هم در میان راه برمیگردونن بازیکن‌های صاحب توپ شد. حالا از این سمت توپ سیمانپور باز نرسید. خدایی جباری میاد تو پاشو توپ رو میزنه، بازیکن رو هم میزنه. داور اعلام خطا میکنه، یه کارت زرد از جیبش در میاره تا بده به رضا جباری کاپیتان تیم نفت مسعود سلیمان. کارت زرد رو میده داور. از نایه پای چپ خودش احساس درد میکنه علی خدایی.
خود خدایی باید بازی رو آغاز کنه. خود توپ رو خدایی میذاره تا سید محمد میری بیاد این توپ رو بزنه. دورخیز میری میزنه این توپ رو داخل محوطه جریمه. یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت بازیکن تیم داماش اما موفق نبودن. دوباره رو به عقب بیارن توپ رو. باز هم یه اشتباه بازیکن تیم داماش میرفت کار دستشون بده که خودشون میانو جبران میکنن. 33 دقیقه و 30 ثانیه از بازی رو پشت سر گذاشتیم. داماش گیلان 0 نفت مسعود سلیمان 0. باز هم بازیکن تیم نفت سفید پوشان نفت صاحب توپ رو به عقب. باز هم ضربه سر رستمی. مرداد حیدری یه لحظه میزنم پای محمد سجاد قلی بیگی رو. داور هم اعتقادی به خطا نداشت. بلند میشه محمد سجاد و توپی که عظیم گوک میده به دروازه‌بان خودشون. عظیم گوک بازیکنی که سابقه بازی در تیم ملوان رو هم داره در کارنامه خودش. باز هم بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان پشت محوطه جریمه داماشی ها صاحب توپ و موقعیت هستند. رضا احمدیان زاده از تیم نفت بلند ضربه سر رستمی. علی خدایی صحبت میکنه اشکش با بازیکنای خودش. این هم افشاریان داور این دیدار. یک بار دیگه اعلام خطا میشه. علی نظر محمدی با تعجب به این صحنه نگاه میکنه. خطایی که به وجود اومد. داور کمک داور با هم صحبت کنم با رامین آقالو. رامین آقالو، محمد رستمی و سید محمد میری اونجا حضور دارن و صحبت میکنن با داور این دیدار. موقعیت خوبی هم هست برای تیم نفت مسعود سلیمان. بابک مرادی پشت این ضربه ایستاده. بابک مرادی که به همراه خود اشکش به این تیم اومد. بازیکن خوبی هم بوده بابک مرادی. باید ببینیم از این ضربه چگونه استفاده خواهند کرد. خود مرادی میفرسته توپ رو. برگشت توپ از مدافعین تیم داماشی گیلان. ضربه سر داماشی ها. سجاد قلی بیگی توپ رو به رضا زاهد تماس. خود رضا بلا فاصله برای سیمانپور. ببین توپ رسید و دروازه‌بان اومد. تا کجا اومد سینا بختیاری نصب و توپ رو بیرون زد. این چهره دروازه‌بان تیم نفتی هاست. علی نظر محمدی میگه توپ رو که گرفتی سری بزن، حرف نزن و سری بزن توپ رو. حالا ترجمه حرفای علی نظر محمدی رو من میگم خدمت شما، چون گفتم خدمت شما میدونم چقدر استرس داره در کنار زمین و صحبتاش که به گوش شما میرسه. یک بار دیگه از سمت راست رضا احدیان زاده. دوباره نفتی ها صاحب توپ هستن. امیر حسین بهادر، بابک مرادی، خود مرادی برگشت توپ و یه اشتباه که توپی رو زدن بازیکن تیم نفت.
محمد حسینی کم مونده بود که دروازه رو باز کنه، اما هر جور که بود توپ به بیرون رفت. ضربه رو خواهد زد یوسف بهزادی. یوسف بهزادی دورخیز میکنه تا این توپ رو بزنه. بازم بازیکن تیم نفت صاحب توپ میشن. چقدر خوب موقعیت میارن روی دروازه تیم داماش و چقدر خوب این دروازه‌بانه که دروازه داماش رو نجات میده. واقعا خوب اومدن و حق داشتن نیمکت که اینقدر بلند شن و تا وسط زمین بیان. موقعیت خیلی خوبی بود برای نفتی ها که باز هم این دروازه‌بان بهزادیه که اجازه کار رو نداد و خودش از ناحیه پای چپ هم مصدوم شد. علی نظر محمدی صحبت میکنه با محمد رضا مهدوی و بهش میگه که چرا باید از این اشتباهات بکنه تیمشون. پاسی شروع مجدد بود و توپی که به بیرون زده شد. حرکت آیسر اگه همکارمون نشون بدن ممنون میشیم. توپی که اینجا ببینید، توپی که اومد خطا هم نبود، ضربه‌شو زد بلافاصله بازیکن تیم نفت. برگشت توپ و این ضربه رو خیلی بد زد که دروازه تیم داماش باز نشد. علی نظر محمدی خوشو بشن میکنه با رضا احمدیان زاده. شهرام حمیدی هم در کنارش حضور داره. شهرام حمیدی که در سوگ یکی از اقوام خودش هم به سر میبره و خودش رسون به این دیدار. مدیر تیم داماش گیلان یک بار دیگه داماشی ها بازی رو آغاز میکنن. سید محمد میری باز هم داماشی ها رستمی رو به عقب. محمد سجاد قلی بیکی یک بار دیگه رستمی از سمت راست زاهد تبار. خود رضا زاهد تبار به گوشه زمین میبره توپ رو. خود زاهد تبار 2-3 نفر او رو احاطه کردن و توپی که راهی بیرون میشه. تیم نفتم خیلی تیم خوبی شده با اومدن اشکش. این تیم هم مثل داماش متحول شده. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت مسئولیمان و ضربی که احمدیان زاده میزنه و توپ به بیرون میره. امروز یه بازی در جام حذفی هم داره برگزار میشه در استان قزوین و تیم استقلال با تیم شمس‌آذر داره بازی میکنه. اتفاقا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم اونجا حضور داشت و در مصاحبه با خبرنگاران گفته بود که بهترین وی آر دنیا رو ما داریم و در حال روی این بهترین ما موندیم که وی آر چقدر میتونه به فوتبال ما کمک کنه. در حال تصاویری که بیشتر از دوربین های صدا و سیما میگیرن، تو دوربین هم بهشون کمک کنه در امر بازبینی تصاویر. چطور میشه بهترین وار دنیا؟ باید خدای تاج پاسخگو باشن. اما نتیجه همزمان رو بگم خدمت شما که همزمان با این بازی هم اتفاقا بازی استقلال آغاز شده و 1 گل رو زده
به تیم شمس‌آذر. ابراهیم اشکش صحبت میکنه با آقای افشاریان، داور این دیدار. پیکان هم 2-1 از فولاد عقب هست در شهر خودش در رقابت‌های جام حذفی. مثل رفسنجان و نساجی مازندران 0-0 مساوی هستند در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی. صنعت نفت با بعثت کرمانشاه که بازیشون تازه شروع شده 0-0 مساوی. در بازی لیگ 1 هم بگم که همزمان وارد 43مین دقیقه از این دیدار هم شدیم و داماش رنزلی و زوباهن اصفهان. فرصت برای داماشی ها و توپی که میزنن داماشی ها و میلاد رویین که توپش به بیرون رفت. علی نظر محمدی میخواد که بلند پرتاب کنن بفرستن توپ رو. حالا دورخیزه بازیکن داماش، فرصت برای داماشی ها و توپی که باز هم به بیرون میره و برای داماش نتیجه نداشت. به ساعت خودش نگاه میکنه علی نظر محمدی. دقایق پایانی نیمه اول این دیدار. سه 4 دقیقه باید وقت تلف شده برای نیمه اول در نظر گرفته بشه با توجه به اتفاقاتی که رخ داد. سینا بختیاری نسب و این هم پوریا افشاریان. همچنان تشویق میکنن هواداره تیم داماش تیم خودشون رو. توپی که فرستاده میشه از سمت راست، باز هم موقعیت هست برای داماش. رضا زاهدتبار خود اضافه کار کرده، توپشو گرفتن، باز هم رو به عقب و خط دفاعی خطرناک هست این کار و یوسف بهزادی که بیاد توپ رو جمع میکنه. چرا تکرار میکنن این کار خودشون رو داماشی ها؟ باز هم بازیکن تیم داماش، هوا کم کم داره سرترم میشه. توپی بیرون رفت. میلاد رویین اگه میخواد وقت تلف شده رو هم ببینیم. عرض کردم 3-4 دقیقه باید وقت تلف داشته باشه نیمه اول و 4 دقیقه. بله 4 دقیقه رو داور اعلام میکنه. داور چهارم این دیدار محمد معافی. باز هم بازیکن تیم داماش فرصت هست و باز هم از دست میدن توپ رو. دوباره مرادیه که صاحب توپ هست. بابا که مرادی از تیم نفت آفساید هست و توپی که این سمت اومد آفساید بود. مالک باشگاه داماش گیلان رو میبینی در تصویر. به تیم داماش گیلان اومد آقای مهندس فرامرز یوسف نژاد و به هر حال تیم رو گرفت از آقای نعیمی پور و یاد بود و دیگه تیم رو سپردن به مالک دیگه و باید ببینیم که چقدر اتفاقات خوش میتونه رقم بزنه آقای یوسف پور و همکارشون برای تیم داماش گیلان. یک بار دیگه بازیکنای تیم نفت برگشت تو. بازم مرادی خطا نیست و برمیگردنن توپ رو. بازم سیمانپور همکارم اشاره میکنه که یوسف پور گفتن آقای یوسف نژاد مالک باشگاه داماش در ورزشگاه حضور دارن بازی رو از نزدیک میبینن. باز هم امیر حسین بهادر از نفت در میانه میدان صاحب توپ. یه لحظه یه توپروایی خوب است بازیکنان داماش و باز هم توپ رو از دست میدن.
توپ میرسه به یوسف بهزادی. این چهره علی نظر محمدی است. عرض کردم خدمت شما خیلی استرس داره در کنار زمین. این هم محمد رستمی. رامین آقالو به خوبی توپ رو از کنار رضا جباری رد میکنه. توپ راست از محمد رستمی از همون سمت راست میرسه به رضا زاهد تبار. ببینید از توپ چگونه استفاده خواهند کرد. رو به عقب میارن توپ رو. باز هم محمد رستمی، خود رستمی و در میانه راه فرصت هست برای بازیکن تیم داماش. رو به عقب همه بازیکن نفت موجو حضور دارن داخل محوطه جریمه. توپ که زده میشه و باز هم برگشت توپ. یه دفعه خوب از مدافعین هر جور که هست میخوان توپ رو ختم کنن به بابک مرادی بازیکن تیم نفت. این سمت هم به دنبال رسوندن توپ به سیمانپور هستن بازیکن تیم داماش گیلان. بازی پایاپایی رو از هر دو تیم دیدیم در نیمه اول. یک نیمه دست نخورده را در نیمه دوم خواهند داشت دو تیم. توپی که راهی کورنر میشه میتونه آخرین موقعیت تیم داماش باشه در 30 ثانیه به پایان این دیدار. محمد سجاد قلبگی میره تا این ضربه کورنر رو بزنه. منتظریم تا این ضربه کورنر زده بشه و روی دروازه داماش توپی که فرستاده میشه و توپی که برگشت داده میشه. سوت پایان بازی در نیمه اول اینجا به صدا در میاد. استراحتی کوتاه خواهیم کرد و برمیگردیم به پخش. با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
عرض کردم این پخش زنده به همت آقای دکتر سجاد مهدی‌پور مدیر عامل باشگاه نفت مسجد سلیمان و به احترام مردم استان خوزستان و نفت مسجد سلیمان هماهنگی انجام شد تا این بازی رو شما بینندگان عزیز از طریق سایت آنتن بتونید مشاهده بکنید. نیمه دوم نفتی‌ها باید بازی رو آغاز بکنن. با سوت داور این کار انجام میشه. تو نیمه دوم 2 تا تعویض رو تیم نفت مسجد سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه باران. در خدمت شما هستیم با پخش زنده نیمه دوم دیدار دو تیم داماش گیلان و نفت مسجد سلیمان از هفته 21 رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور، دیداری که در ورزشگاه شهید عزودی شهر رشت در حال برگزاری است. نیمه اول اینجا 0-0 دو تیم مساوی به رختکن رفتن و باید بریم در نیمه دوم تقابل دو سرمربی شمالی و جنوبی کشورمون چه خواهد بود. اما در تیم داماش گیلان علی نظر محمدی این 11 بازیکن رو به زمین مسابقه فرستاده. محمد سجاد قلیبیگی، علی خدایی، میلاد روئین، امیر محمد سیمانپور، محمد رستمی، سید محمد میری، آرمان لطف خدا، رامین آقالو، مهرداد حیدری، یوسف بهزادی و رضا زاهد تبار. مدیر تیم هم آقای شهرام حمیدی است و سجاد حقدادی هم به عنوان مدیر رسانه این تیم داره فعالیت میکنه. توپی که میاد برای دروازه داماش و توپ یه کورنر شد. اما در تیم نفت مسجد سلیمان رضا احمدیان زاده، میثم جودکی، رضا جباری، بابک مرادی، محمد حسینی، امیر حسین بهادر، محمد احمدی، میلاد محسنی، سینا بختیاری نسب، عبدالعظیم گوک و محمد بیرانوند 11 بازیکنی هستن که ابراهیم اشکش به زمین مسابقه فرستاده و در نیمه اول. در نیمه دوم هم 2 تعویض رو داشت تیم نفت مسجد سلیمان. سجاد عبدویی با شماره 9 وارد بازی شد به جای بابک مرادی و همچنین صادق صادقی با شماره 77 به جای محمد بیرانوند وارد بازی شد و در نیمه دوم 2 تغییر رو داشته ابراهیم اشکش در تیم خودش. تو در اختیار بازیکن تیم داماش هست. یه شوت خوب و توپی که این بار به بیرون رفت. سید محمد میری که سابقه گلزنی در دیدار قبل رو داشت از همین جا و از همین نقطه یه گل رو به ثمر رسوند برای داماش. هفته قبلی که بازی داماش در همین ورزشگاه داشت برگزار میشد. مامورین محترم نیروی انتظامی را می‌بینید در ورزشگاه حضور دارن، برای نظم و امنیت ورزشگاه تلاش زیادی رو انجام میدن. یک بار دیگه بازیکن تیم نفت صاحب توپ امیر حسین بهادر و توپی که از کنار دروازه داماش به بیرون میره. داماش با اومدن مالک جدید تحولات زیادی رو در خودش دید. هفته گذشته در کرمانشاه این تیم بازیش مساوی شد. هفته قبلترش که عرض کردم خدمت شما همینجور مثل شهر بابک رو 1-0 با گل سید محمد میری شکست داد و هفته قبلتر از اون هم تیم در تهران با نیروی زمینی مساوی کرد که
فقط با 14 بازیکن در اون مسابقه حضور داشت داماش. یک دیگه از سمت چپ زمین خودشون داماشی ثابت توپ سیمان پور که از توپشو گرفتن بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان. ابراهیم اشکش سرمربی تیم نفت مسعود سلیمان تعویضی رو میخواد انجام بده. از کردم دو تعویض رو انجام داده و به دنبال تعویض دیگری هست اشکش. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش رو میزنن. این سمت دوباره برگشت. بازم داماشی ها از سمت چپ و سجاد قلی بیگی. رستمی به میانه میدان گشودن بازیکن تیم داماش و توپی که در اختیار میگیرن بازیکن تیم نفت و سینا بختیاری نسب. حالا توپ میاد جمع میکنه. منتظر بود تا یه بازیکن بیاد که مرداد حیدری اومد از داماشو توپ رو جمع کرد. این شوت بلند به زمین تیم داماش. باز هم بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان رضا جباری یه لحظه رو توپ تاثیر گذاشت. در نیمه اول هم بازیکن کاپیتانی رو رضا جباری داشت که با حضور صادقی بابا احمدی بازوبند رو ایشون سپرد. یه لحظه علی نظر محمدی رو دیدی در کنار زمین، در کنار مدیر تیم داماش شهرام حمیدی. بازم یه توپ و بازم بختیاری نسب که توپ رو جمع میکنه. بلند به زمینی تیم داماش. محمد حسینی توپ بیرون میره. میلاد محسنی بود که توپ رو فرستاد. مطاب با رضا جباری خواهد بود. خود جباری کار انجام میده. دوباره در میانه های میدان داماشی حالا توپ رو میگیرن. محمد میری، خود میری باز هم سیمانپور ثابت شد. خود سیمانپور از سمت چپ محمد سجاد قلی بیگی به دنبال توپ هست. یه بازیکن جلوش ایستاده اما خود قلی بیگی سانت کوتاه و توپی که به بیرون میره از کنار دروازه. نفتی ها باید بازی رو آغاز کنن. باز هم دو تعویض رو میخواد انجام بده. ابراهیم اشکش این سرمربی تیم نفت مسعود سلیمان هست که در تصویر دیدید. تماشاگرای تیم داماش تیم خودشون رو تشویق میکنن تا یک بار دیگه توپ میرسه به دروازه‌بان تیم نفت مسعود سلیمان. یه خورده توپ رو نگه داشت و هواداران میگن نباید اینقدر وقت رو تلف کنه. به هر حال دارن در خانه تیم حریف بازی میکنن نفتی ها و طبیعیه که یه خورده وقت رو هم تلف کنن. البته برای این تیم رو عرض میکنن. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش توپ رو بیرون زدن و در کنار زمین منتظر تا تعویض‌ها انجام بشه برای تیم داماش گیلان و داوری که داره نگاه میکنه می‌بینیم که تعویض آماده هست یا که خیر که آماده نبودن تا تعویض انجام بشه. پرتاب رو
میفرستن بازیکن تیم نفت. دو بازیکن قراره به زمین بیان. میلاد احمدی رو میرن در کنار زمین به همراه سید سجاد موسوی، دو بازیکنی که قرار الان به بازی بیان برای نفت. بازم اعلام خطا میشه، تعویضا باید انجام بشه. محمد حسینی از بازی بیرون خواهد اومد، میلاد احمدی جایگزینش میشه و 20 سید سجاد موسوی به زمین مسابقه میاد. یار شماره 21 امیر حسین بهادر از بازی بیرون میره. یک بار دیگه داماشی ها، آرمان لطف خدا صاحب توپ هست، توپ رو به چپ میبرن. بازم توپ رو باید بازیکن تیم نفت و اعلام خطا میشه. یار شماره 2 از تیم نفت مسجد سلیمان رضا احمدیان زاده است که این توپ رو خواهد زد. البته اجازه میده تا صادق صادقی این کار رو انجام بده. خود صادقی بلند سانت میکنه داخل محوطه جریمه و بهزادی. علی نظر محمدی که چرا مش نکرد، البته هر جور که بود توپ رو به بیرون زد. علی نظر محمدی چنان حرسی میخوره در کنار زمین، گفتگو میکنه با مربی دروازه‌بان ها و میگه چرا این توپ رو مش نکرد. به هر حال توپ رو بیرون فرستاد بهزادی و این توپی که موقعیت خطرناکی را ایجاد کرد برای تیم نفت مسجد سلیمان و این چهره میثم جودکی نتونست این توپ استفاده کنه و حسرت سرمربی تیم خودش رو به همراه داشت. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش توپشون به بیرون زده میشه توسط رضا جباری. بازم پرتاب برای داماش، ضربه سر بازیکن تیم داماش از این گوک برمیگردونه توپ رو. ضربه سر داماشی ها در کنار زمین، صاحب توپ باز هم برگشت توپ از رضا احمدیان زاده در میانه راه برمیگردونن. دوباره نفتی ها صاحب توپ میشن. یه لحظه داماشی ها اعلام خطا میشه، خطای حمد سجاد عبدویی رو گرفت این چهره. پوریا افشاریان داور وسط این دیدار هست. میلاد لطفی کمک داور اول، امیر حسین خوشیچین کمک دوم و محمد معافی هم داور چهارم این دیدار هست. ناظر داوری هم آقای بابک عباس قلی زاده از یه لحظه اعلام خطا نشد و معترض بودن تماشاگران تیم داماش نسبت به این صحنه‌ای که پیش اومد. باز هم بازیکن تیم نفت داخل محوطه جریمه کماکان موقعیت رو دارن بازیکن تیم نفت و دوباره توپ راه کورنر میشه. نورافکن‌های ورزشگاه هم روشن میشه، کم کم هوا داره رو به تاریکی میره. باید در زیر نور بازیشون برگزار بشه. شهرام حمیدی میخواد تعویضی رو بنویسه و قطعا علی نظر محمدی میخواد تعویض رو انجام بده. توپ ارسال میشه بر روی دروازه تیم داماش، ضربه سر، دفع ناموفق از مدافع تیم داماش. کجا توپ رو فرستاد، چه دفعی بود. باز هم رو به عقب این سمت
دوباره توپ در اختیار بازیکن تیم نفت مسجد سلیمان و گل برای نفت مسجد سلیمان. چیکار کردن بازیکن تیم داماش و توپی که به راحتی هرچه تمامتر وارد دروازه داماش شد. خیلی راحت گل رو دریافت کردن داماشی ها. نفت مسجد سلیمان 1 داماش گیلان 0. عظیم گوک رو میبینید، توپی که به راحتی به گل تبدیل کرد. صحنه آهسته رو قطعا خواهید دید و همکارمون نشون خواهند داد. این چهره عظیم گوک هست. توپ گلش رو تقدیم میکنه به یکی از رفیقاش که به در ورزشگاه حضور داره. صحنه رو ببینیم، توپی که اینجا فرستاده شد، ضربه سر، دفع ناقص و چقدر راحت توپ رو وارد دروازه کرد عظیم گوک. که لحظه داور پرچم میزنه. ببینید چه اتفاقی رخ داد. کمک داور پرچم زد، گفت هنوز یه بازیکن توی زمین نفتی ها بوده و دوباره باید تکرار بشه این صحنه، یعنی شروع مجدد بازی تکرار شد. یه بازی که توپ فرستاده میشه و در اختیار میگیره سینا بختیاری نسب. خیلی خوب کار کردن داماشی ها، اما گل دریافت کردن و یک بار دیگه صحنه رو ببینیم بد نیست. صحنه گل رو اگه همکارمون نشون بدن. رضا زاید تبار. حالا ببینیم موقعیت ها چطور خواهد شد. باز هم بازیکن تیم داماش به رضا جباری رسید از تیم نفت. باز هم سمت چپ میلاد احمدی و توپی که به بیرون میره. صحنه رو الان میتونیم ببینیم، توپی که اینجا فرستاده شد و یه لحظه جا موندن بازیکن تیم داماش و توپ وارد دروازه شد و عظیم گوک زننده گل اول این دیدار رقم گرفت. شصت و سومین دقیقه از این دیدار. هنوز زمان داریم برای جبران و راحت میتونن داماشی ها جبران کنن. مدافع تیم داماش خیلی بد اشتباه کرد و توپ رو قشنگ تقدیم عظیم گوک کرد. البته پیش میاد این صحنه‌ها در فوتبالمون و نباید باخت بدن داماشی ها. به هر حال گل رو دریافت کردن. 28 دقیقه دیگه وقت دارن تا بتونن در نیمه دوم جبران کنن. این آقالو بود که یه لحظه جامون. در حال صحنه رو وقت بشه همکارمون دوباره نمایش خواهند داد. یه توپ ارسالی که به گل تبدیل کردن بازیکن‌های این چهره ابراهیم اشکش. ببینید توپی که اینجا فرستاده شد، خیلی هم خوب کار کرد تا اینجای کار رامین، اما این توپ رو لودا ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش. یه تعویض هم داماش میخواد انجام بده و میاد یزدانی میاد در کنار زمین که میخواد بازی بیاد. باز هم بازیکن تیم داماش رو اعلام خطا میشه. صحنه رو بعد از تعویض خواهیم دید. قطعا دوباره تعویضی که انجام خواهد شد در کنار زمین. میاد یزدانی زمین مسابقه میاد و
مهرداد حیدری از بازی بیرون میاد. این صحنه گل هست که میبینید. در هم ابتدای کار میاد یزدانی، میاد ثابت توپ پیش خود، میاد رو به عقب، میری چرخش میری، یه بازیکن جلوش ایستاده و اجازه کار رو نمیدن به میری. باز هم بازیکن تیم نفت هستن که توپ رو بر میگردونن. یک بار دیگه حالا زاهد تبار، خود زاهد تبار از همونجا شوت میزنه. زاهد تبار نمیتونه از اونجا توپ رو به گل تبدیل کنه، ولی خب شانسش رو امتحان میکنه و این دروازه‌بان تیم نفت مسجد سلیمان هست که حالا توپ رو نگه میداره. بازم در اختیار دارن توپ رو بازیکنان تیم داماش. بهزادی از سمت راست برای رستمی برای آرمان لطف خدا. رامین آقالو صاحب توپ، یک بار دیگه صاحب توپ هستن. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش میاد یزدانی از سمت راست توپشو میاره این سمت، فرصت برای بازیکن تیم داماش گیلان و شوتی که زده میشه کماکان موقعیت برای سیمون پور و توپی که از کجا به بیرون رفت. موقعیت خوبی که برای داماش ایجاد شد و راهی به دروازه نداشت. چقدر خوب اومدن جلو، چه ضربه‌ای و توپی که به گل تبدیل نشد. دروازه‌بان روی زمین افتاد و حالا باید به وضعیت اون دروازه‌بان رسیدگی بشه. علی نظر محمدی بچه‌ها رو میاره کنار زمین و باهاشون صحبت میکنه. میلاد روئین رو صحبت میکنه باهاش. از اون سمت میاد محمد رستمی کماکان صحبت میکنه. علی نظر محمدی بازیکن تیم خودش همه رو فرا میخونه و باید ببینیم که چه تصمیمی رو داره علی نظر محمدی. روی مشکش روی نیمکت نشسته، خیالش که از 3 امتیاز تا این جای کار جمع هست. شصت و نهمین دقیقه از این دیدار. اون صحنه رو با هم میتونیم ببینیم بچه‌ها. خب اون صحنه‌ای که پیش اومد رو با هم خواهیم دید. خیلی سریع ببینیم که توپی که داموشی آوردن. بله اینجا ضربه‌ای که زده شد و حسرتی که برای هوادارهای تیم داماش باقی موند. این هم علی نظر محمدی حق داره اینقدر ناراحت باشه. علی نظر محمدی به همراه معارضه مهدوی. صحنه رو یک بار دیگه ببینیم. نه یه خود عقب‌تر ببینیم صحنه رو. بله از اینجا ببینیم توپی که داموشا زدن، اما سجاد قلی بیگی و سیمون پوری که نتونست هر کاری کرد این صحنه. باز هم باید ببینیم که چه کسی بازی رو شروع خواهد کرد. دروازه‌بان تیم
نفت مصر سلیمانی که این کار رو انجام خواهد داد. بختیاری نسب یه حرکتی رو انجام میده با هواداری تیم داماش و یه کارت زرد هم داور بهش نشون میده. یه کارت زرد داور بهش میده. توپ جمع کنم اون کنار هست و میگه توهینی انجام شده از سمتش. در حال اونقدر نباید به هم نزدیک باشن. اینجا هم یه کارت زرد داور میده به رضا زاهد تبار بابت خطایی که انجام شد. جو بازی داره کمی متشنج میشه در پشت دروازه اگه داشته باشیم. آره اینجا توپ جمع کن و عکاس و همه منظورش همون دروازه‌بان هست که صحبتی رو انجام داده. یکی از بازیکن‌های تیم نفته که داره اونجا گرم میکنه و حاشیه‌ای که حالا ایجاد میشه با بازیکن تیم نفت. کاور هم پوشیده و مشخصه که بازیکن تیم نفت هست. حالا میرن ماموران محترم نیروی انتظامی تا به قائل خاتمه بدن. هم کاور داره و هم کارت مربیگری. اون کسی که اونجا بود حالا چرا باید اونجا باشه در بین اون همه عکاس و تصویر بردار و توپ جمع کنه گیلانی. در حال بازی رو خود به حاشیه بردن. اینجا میبینید در تصاویر که حالا مامورین انتظامی میرن تا جدا کنن کسایی که اونجا حضور دارن رو. کماکان در گوشه زمین التهاب هست و حرکتی که دروازه‌بان تیم نفت مصر سلیمان انجام داد اشکش میخواد از بازیکن تیمش که وارد حاشیه نرن و به بازی ادامه بدن. در حال اونجا صحنه ایجاد شد و دعوایی که به وجود اومد و باید برگردیم به بازی. از این گوک میخواد از جباری که توپ رو سری بزنه. داور هم در سود خودش میدمه. بلافاصله بازی رو آغاز میکنن بازیکنای تیم باسم این سم از سمت راست. بازیکنای تیم نفت که رو زمین میفته. حالا از این گوک زننده گل اول این دار تا اینجای کار یه خورده بازی رو به حاشیه بردن. باید ببینیم که در این 14-15 دقیقه باقی مونده چه اتفاقاتی رو خواهد داد. بازم توپ رو میزنه بختیاری نسب مستقیم به زمین تیم داماش. کماکان توپ بیرون رفته و پرتاب برای تیم نفت. به پرتاب از نفتی ها. باز هم رضا جباری تأثیر میذاره. جباری در همونجا بازیکن تیم داماش توپ رو برمیگردن. میاد یزدانی که به دنبال توپ هست. خود میاد توپی که میاد در گوشه زمین. باز هم دروازه‌بانی که توپ رو در اختیار میگیره. خود دروازه‌بان بازی رو آغاز میکنه. باز هم
توپ به بیرون میره این سمت. از این گوپ بود که توپ رو بیرون فرستاد. پرتاب برای داماشی ها. پرتاب انجام میشه داخل محوطه جریمه با ضربه سر. یک بار دیگه رضا زاهدتبار. دوباره توپ به بیرون رفته و میلاد روینه که بازی رو باید از سر بگیره. توپی که فرستاده میشه در اختیار میگیره باز هم دروازه‌بان تیم نفت مسجد سلیمان. این هم ابراهیم اشکش که صحبت کنه با بازیکنای خودش. تیمش 1-0 جلو هست. این سمت یه بازیکن روی زمین میفته و صحبت میکنن با داور. منتظریم تا این ضربه رو بزنن بازیکن‌های تیم نفت مسجد سلیمان که کار رو انجام میدن. هفتاد و هفتمین دقیقه از این دار. داماش 0 نفت 1. بازیکن تیم داماش ما توپ رو بزنن اجازه رو نمیده. کارت زرد رو میگیره صادق صادقی از تیم نفت. بازم توپ رو دروازه‌بان در اختیار گرفته. دروازه‌بان تیم نفت مسجد سلیمان بلند به زمین تیم داماش. این سمت دوباره محمد سجاد قلی بیگی. در میانه زمین بازیکن تیم داماش دو تعویض رو علی نظر محمدی میخواد انجام بده. محمد خردمند رو میبینم که در کنار زمین و رضا شاخص. دو تعویضی که قرار انجام بشه برای تیم داماش. ببینیم به جای کدام بازیکن‌ها به زمین خواهند اومد. 59 محمد خردمند هست که به زمین مسابقه میاد و 17 بیرون خواهد علی خدایی. 25 و 27 علی خدایی همونجا بیرون میاد. 25 هم که محمد رستمی است کاپیتان تیم داماش گیلان که رضا شاخص جایگزینش میشه. از همون سمت هم بیرون میاد. هم رستمی هم خدایی میخوان بازی سرعتش بیشتر بره. یه تعویض هم ابراهیم اشکش از این سمت میخواد انجام بده. حالا 10 دقیقه وقت داریم به پایان این دیدار در نیمه دوم و باید ببینیم که این 10 دقیقه چه اتفاقاتی رو خواهد داد و داماش گل خواهد زد که به این بیقراری هواداره تیم داماش پایان بده. اعلام خطا میشه.
خطا اعلام شده و توپ رو بزنن بازیکن تیم نفت مسجد سلیمان. وقتی طرف شدن باید نیمه دوم خیلی زیادتر داشته باشیم از نیمه اول. به هر حال قشنگ داره وقت تلف میشه تو این دیدار. علی کیانیفر رو میبینم در کنار زمین. بعد تیم نفت مسجد سلیمان قراره بازی بیاد. بازیکنای خوبی هم داره تیم نفت و ابراهیم اشکیش هم که بلده چطور با این بازیکن‌ها کار کنه و قشنگ وقتی تو تیمش جلو افتاد دیگه کارهایی که باید رو انجام میده و برای حفظ نتیجهش از کاری رو انجام میده. تعویض‌هایی که حالا داره انجام میده و اون چوب نگه داشتن ها و اون وقت هایی که در بین بازی از دست میره برای تیم حریف. یک بار دیگه نفتی ها از سمت چپ زمین خودشون، میلاد احمدی رو به عقب، جباری دوباره صادقی و توپی که بیرون میره. 11 حالا بازی خواهد اومد. این کار رو انجام میده به تعویض که با رضا جباری میشه. رضا جباری بیرون میاد و علی کیانیفر وارد بازی میشه. بازیکنای تیم نفت توی زمین مثلا جودکی بود میپرسه چند دقیقه وقت باقی مونده و معلومه که میخوان کنترل داشته باشن بازی رو تا این دقایق بگذره. این هم رضا جباری که تعویض شده و داره بیرون میاد. یک بار دیگه توپ بیرون میره. بازم پرتا برگشت توپ از عظیم گوک، بازیکنی که گل اول این داره تا اینجای کار به ثمر رسونده برای تیم نفت. یک بار دیگه توپ بلند فرستاده میشه به زمین تیم داماش. سجاد عبدجویی کوتاه کار میکنه همونجا میلاد احمدی، دوباره خود عبدویی و احمدی و این ور صادقی توپ اعتقاد دارن که بیرون رفته. بازیکنان و کادر فنی تیم داماش، اما داورم چه اعتقادی رو نداشت. در نتایج زنده باید بگم خدمت شما که فقط بازی مثل کرمان شهرداری آستارا یه گل داشته و مثل شهر بابک هم یه گل به پارس جنوبی جم زده. بازی آریو مثل سونگون و نفت گاز و نیروی زمینی هم 0-0 مساوی است. این هم علی نظر محمدی. پیکان و فولاد 2-2 هستند در جام حذفی مرحله 1/8 نهایی تا دقیقه 85 اون دیدار. شمس آزار استقلال هم همون 1-0 به نفع استقلال داره دنبال میشه. این هم دو تا تعویض برای تیم داماش که در دقایق دیگر انجام خواهد پذیرفت. 63 بعید پوری به بازی خواهد اومد. بازی نساجی مازندران هم با مصر رفسنجان تموم شد و نساجی 1-0 بازی رو برد و مرحله 1/4 جام حذفی صعود کرد. یوسف بهزادی رو میزنه به زمین تیم نفت. حالا بازیکن نفتن که توپ رو برمیگردونن، بازی رو هوا میبرن. اعلام خطا میشه. خطای آرمان و لطف خدا گرفته میشه. داور بلافاصله در سود خودش میدمه و اعلام خطا میکنه. زیر بازیکن خالی کرد و اعلام خطا شد. دو سرمربی در کنار زمین آرام قرار ندارن.
علی نظر محمدی بیشتر همه تلاش خودشو کرد. علی نظر محمدی که 3 امتیاز در خونه نگه داره. آخرین تلاش هم داره میکنه دو بازیکن قرار بازی بفرسته. ببینید چه کار خواهند کرد. داور یه کارت زرد رو میده. حالا بگیار شماره 11 یه کارت زرد اینور به که مربیان تیم نفت نشون میده. 11 داماش که محمد سجاد قلیبیگی است که کارت زرد رو گرفت. پرتاب رو بلافاصله انجام میدن بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان. حالا قلیبیگی به چپ میبره بازی رو. جناب بازی رو میخواد عوض کنه. کنعان طاهرنژاد میخواد بازی بیاره و خوبه که کنعان بازی بیاد. حالا آخرین تلاش های علی نظر محمدی در این 5 دقیقه پایانی به اینهای وقته تلف شده. یک بار دیگه بازیکنان تیم داماش از سمت راست توپی که قرار فرستاده بشه. ببینید توپ چگونه استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش گیلان. روی زمین میفته اما خطا نیست. رضا شاخص پاش به توپ گیر کرد و افتاد. حالا کنعان رو میبینم که قطعا با رضا زایتوار جاش عوض خواهد شد در کنار زمین و محمد سجاد قلیبیگی هم که کارت گرفته رو علی نظر میخواد به بیرون بیاره و وحید پوری رو جایگزینش کنه. حالا اعلام خطا میشه و تعویض هایی که باید انجام بشه در کنار زمین. بله 63 وحید پوری است که به زمین مسابقه خواهد اومد. محمد سجاد قلیبیگی میاد بیرون و همچنین رضا زاهد چبار و عرض کردم کنعان طاهرنژاد که داره به بازی میاد. دو تعویضی که همزمان انجام میده علی نظر محمدی در 87مین دقیقه از این دیدار. هم سجاد قلیبیگی است که دوان داره بیرون میاد تا وحید پوری وارد بازی بشه. یک بار دیگه توپ رو میزنن. توپ بیرون رفته. بعد داور پرچم میزنه و علی نظر محمدی متعجب هست باز. البته اعتراضی نکرده و به بازی ادامه میده. مربی عرض کردم خوب و خوشفکری است تیم داماش گیلان که داره ازش استفاده میکنه. علی نظر محمدی مربی بحران هست دیگه. هر وقت تیم به بحران میخوره تماس میگیرن با علی نظر محمدی و میگن بیا و تیم رو نجات بده. سال گذشته هم اینگونه شد. اومد تیم رو حفظ کرد در رقابت‌های لیگ 1. امسال کارش خیلی سخت‌تره. بازی‌های سختی هم داماش در پیش داره با توجه به اینکه در نیم فصل اول رقابت‌ها نتونست امتیازهای خوبی رو کسب کنه. تیم داماش شهرداری آستاره که از گیلان یک از تیم‌های از پیش سقوط کرده است. با تمام تلاشی که دارن در آستارا انجام میدن اگه امروزی که بازیشو واگذار کنه خیلی سخته که این تیم رو بخوایم بیارن بالا. دیگر تیم گیلانیه که شرایط خوبی رو نداره در رقابت‌های لیگ 1. شهرداری آستارا 7 امتیاز داره و در 18ام جدول هست. خیلی سخته که خودشو بخواد بالاتر برسونه. داماش با 21 امتیاز 15مه. حالا میشه گفت خود امتیازه خوبی رو داماش داره. پرتاب برای داماش. توپی که فرستاده میشه. کنعان میگه لحظه به توپ نرسید. کنعان طاهرنژاد رو به عقب. این سکویی که در روبرو تازه درست شده و زحمات زیادی رو کشیدن تا اینجا رو درست کنن برای هوادارهای تیم داماش و همچنین تیم سپیدو که اینجا بازی میکنه در رشت. در حال
از مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان و همچنین آقای الماسخالی رئیس هیئت فوتبال باید تشکر کرد که این جایگاه رو تونستن بعد از سالها آماده کنن برای هواداره تیم داماش. 9 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم در نظر گرفته شده. زمان خوبی است که داماشی ها بخوان جبران کنن نتیجه به دست اومده تا اینجای کار رو. دوباره عظیم گوک بازی رو آغاز خواهد کرد. توپی که زده میشه و اعلام آفساید میشه. باز هم بازیکن‌های تیم داماش اعلام خطا میشه. خطا به نفع داماش. کنار زمین آرام و قرار نداره علی نظر محمدی و کم مونده دیگه خودش بیاد به زمین مسابقه. چوبی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای داماشو در اختیار میگیره دروازه‌بان سینا بختیاری نصر. بازم بختیاری نصر بلند به زمین داماش با ضربه سر. حالا بازوبند کاپیتانی هم دادن به سید محمد میری. یه تصویر زیبا از سید محمد میری دیدیم هفته پیش وقتی داشت اون ضربه گل رو میزد. دو تا دخترای کوچولوش داشتن جلوی تلویزیون بازی رو میدیدن و خوشحالی میکردن. سید محمد میری بازیکن تیم داماش گیلان همینطوری که الان توپ رو در اختیار داره اجازه کارو ندادن بهش بازیکن تیم نفت. یک بار دیگه بازیکنای تیم نفت مسعود سلیمان توپ رو برمیدارن تا حمله رو تدارک ببینن. کمی عقب‌تر میارن توپ رو بلند میفرستن بازیکنای تیم نفت. فرصت برشون که ایجاد میشه اما بلافاصله توپ رو میگیرن بازیکن تیم داماش. میاد یزدانی کجا زد میاد توپ رو میخواست به سیمانپور بده اما توپش به بیرون رفت. باز هم داماشی ها بازیکن تیم نفت باید توپ رو بزنن. میلاد احمدی این کار انجام میده. حالا بازیکن تیم داماش برمیگردونن. بازی اینجوری گره خورده برای داماش با توجه به دفاع خوبی که تیم نفت انجام میده موفق نیستن داماشی ها. حالا یه توپ میاد پشت محوطه جریمه نرسید کنعان به توپ و توپ رو به عقب اومد. خیلی خوب داشت کار میکرد اما به توپ نرسیدن. سید محمد میری دوباره به راست کوتاه کار میکنن در میانه میدان. میری باز هم جلوش ایستادن و نذاشتن کار کنه. حالا ضد حمله برای تیم نفت مسعود سلیمان از سمت راست. ببینیم چه کار خواهند کرد با این توپ و اعلام خطا میشه. خطا به نفع تیم نفت مسعود سلیمان پشت محوطه جریمه. موقعیت خوب برای نفتی ها. چهارمین دقیقه از این دار نفت مسعود سلیمان 1 داماش گیلان 0. 5 دقیقه دیگه وقت داریم.
یک بار دیگه باید این ضربه رو بزنن بازیکن تیم داماش. رو به عقب، توپی که حالا فرستاده میشه بیرون میره. کورنر شده و ضربه کورنر رو بزنن بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان رو اومدن ضربه رو بزنن که توپ برگشت داده شد. آقای یوسف نژاد رو می‌بینید، مالک باشگاه داماش گیلان، آقای فرامرز یوسف نژاد در ورزشگاه حضور داره. در نیمه اول گفتم که تلاش میکنه تا تیمش به اون نتایج لازمی که دلشون میخواد برسه. اگه اجازه کار رو به آقای یوسف نژاد بدن خیلی عالی میشه و میتونه کارهای زیادی رو انجام بده برای تیم داماش گیلان و این تیم رو از اینجای جدول بالاتر هم بیاره با توجه به حرکاتی که انجام داده و بازیکنایی که در اختیار گرفته، باز کردن پنجره نقل و انتقالات و خیلی از کارهایی که داماش نیاز داره تا براش انجام بشه و دل هوادارهای تیم داماش هم شاد بشه. وارد 98مین دقیقه از این دیدار هم داریم میشیم و کماکان داماش راهی به دروازه نفتی ها پیدا نکرده. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت چپ میخوان حمله رو تدارک ببینن، ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه، همه بازیکن‌ها اونجا حضور داشتن و اعلام خطا شد. توپ کنعان طاهر نژاد با خطا متوقف میشه. یک بار دیگه دروازه‌بان روی زمین میفته. منتظریم تا دروازه‌بان بلند بشه و بازی ادامه بده. تشکرم بکنم از همه همکاران خوب در صدا و سیمای مرکز گیلان که بسته فراهم شد با حضور آقای یوسف نژاد که بازی‌های تیم داماش گیلان به صورت زنده و مستقیم از شبکه باران برای شما بینندگان عزیز پخش بشه و تا پایان فصل هم هماهنگ کردن که بازی‌ها به صورت زنده برای شما بینندگان عزیز به نمایش گذاشته بشه. سوالات زیادی از شما بینندگان عزیز داریم که چرا بازی‌ها در لیگ 1 و لیگ 2 پخش نمیشه. قطعاً مالکین باشگاه بیان مراجعه کنن به صدا و سیما و مذاکرات رو انجام بدن، بازیشون پخش خواهد شد. یک بار دیگه توپ رو در اختیار دارن بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان. بازم موقعیت خوب برای نفتی ها. میلاد احمدی از سمت چپ، توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه و داور یک کارت رو میده به بازیکن تیم نفت مسعود سلیمان به دلیل دایوی که انجام داد و داور گفت میخواد فریبش بده و علی کیانیفر یک کارت زرد رو گرفت. یک بار دیگه توپ میرسه این سم به دروازه‌بان تیم نفت مسعود سلیمان و توپی که حالا سینا بختیاری نسب در اختیار میگیره. افشاریان رو میبینید
قطعا دقایق پایانی بازی در سود خودش خواهد جمید. یک کارت زرد نصیب آرمان لطف خدا میشه با خطایی که انجام شد. ابراهیم اشکش داره خدا رو شکر میکنه. ابراهیم اشکش تا اینجای کار برنده این دیدار شده. این چهره سرمربی تیم نفت مسیح سلیمان هست. داماش چشم به بازی‌های آینده داره و خودش آماده میکنه برای بازی‌هایی که هفته بعد خواهد داشت. درست اون بازی‌هاش هم سخت هست، اما علی نظرمانی تمام تلاش خودش رو میکنه تا بتونه در هفته 22 این رقابت در همین ورزشگاه چهارشنبه 1 اسفند موفق باشه. سود پایان بازی رو داریم و این هم چهره مغموم سرمربی تیم داماش گیلان و هواداری که ناراحت هستن